سلام دوستای گلم، حالتون چطوره؟ من امسی لایت هستم و خیلی خوش اومدید به چنل امسی لایت. امروز قراره ما ماینکرافت سوروایوال داشته باشیم. از اونجایی که ویدیو قبلی هیچ لایک نه کامنت هیچ چیزی نه سابسکرایب به دست آوردیم، حداقل از این ویدیو حمایت کنید، برامون انرژی بفرستید، لایک بفرستید، قلب بفرستید واسه من عشقای دلم. همین، بیشتر سرتون رو درد نیارم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد، استفاده خاطر رو ببرید و بریم سراغ ویدیو. Let's go. مثل هر ماینکرافت پلیر عادی رفتم سراغ چوب کندن که برم وسایل چوبی بسازم، که بعدش برم ماینینگ سنگ، وسایل سنگی بسازیم و از این بایوم چرت بزنیم بیرون. وسایل سنگی هم دست پیدا کنیم و یه بالاخره که اینجوری شد که رفتم پایین، سنگ زدم یه بلاک اضافی هم برداشتم که از اینجا برم بیرون. خب سنگ های مورد نیازمون رو پیدا کردیم که اینجوری شد که ما به عصر سنگی رسیدیم که وسایل کلنگ، تبر، شمشیر و یه فرم ساختیم که پخته‌باز انجام بدیم و وسایل چوبی هم انداختیم بره و یه راهیه، یه سفر طولانی که نه، یه سفر کوتاه مدت که یه زمین صاف که اونجا یه ویلیج یا یه چیزی پیدا کنیم که برای ادامه زندگیمون به درد بخوره، از این پایام برفی نجات پیدا کنیم. بچه بایم جدید بچه بایم جدید یافتیم انگاری که بله، یه بایم جدید پیدا کردیم که بتونیم اونجا ادامه زندگیمون رو بگذرونیم و یه چیز جالب هم جلوتر پیدا کردیم. بسم الله آجی، اینا کیان؟ پشمام. بله، اینجا که ما پیدا کردیم یه پیلیجر اوت پسته که بالا طبقه بالاش یه صندوقچه‌ای هست که توش پر لوت و یک چیزایی به درد بخور یا به دردم نخوره. ثبت کردم غذام بپزه، چانکای دور اطراف به خوبی لود بشه که تصمیم گرفتم برم طبقه بالا و چیزی که توشه اصلاشو بردارم و نمیخواستم سعی کنم باشون درگیر باشم، ولی جلوتر می‌بینیم. باشه اصلا درست نیست که با این لوتا و با این وضعیت لباسا دارم میرم اینجا ببینم چیزی پیدا کنم. یه باتل آف اینچنتینگ، یه دونه شیپور، مقدار هویج و چوب و چی شمه. بریم بودو حاجی، کار اشتباهی کردم حاجی، اینا رو بردم سمت خودم. داشتم که دنبال فرنسم میگشتم، به طرز عجیبی یکی از اونها اومد سمتم و خواست با من دعوا کنه که طبیعتا مرد. آره. اینجوری گشتم دنبال فرنسم که یهویی چشمم خورد به فرم که اونجا نشسته بود، که رفتم سریع غذاشو بردارم و برگردم با اینا بیشتر بجنگم و مگه اینکه بتونم خونه اینا رو بتونم تحت سلطه خودم درش بیارم. و بعد اینجوری شد که تلاش کردم با اینا جنگ کنم که حداقل بتونم تو خونه اینا چند روز زندگی کنم.
بمیر. آی بمیر بابا بمیر بچه. خب این چیزش اینم فکر بد اومنش. خب ستا پشمان بده. ایول. اوه اینا اینجا این که باز اینا تموم شدن. خب یه تخت بهم بده. بدم طبقه بالای اینجا، طبقه بالای بالا. من سریع رسمون ست کنم. نه این گوشه یه جایی اسمان خودمون ست کنم. تو که این رسید پشمون. حاجی اینا چقدر زیاد شدن یو. حاجی فکر کنم اینجا چاق کردن کار درستی نیست. دونه گیرشون بندازم حاجی. نمیشه زمان با همه‌شون مبارزه کنم. حواسم باید به اینجا باشه. وا یکی اومد. وای پشمام. غذا بده. حاجی اینا آیرن گولم ندارم. بابا پشمام چقدر زیادین. نمیدین شام داره تموم میشه. موندم بایچ بذارم بپزم. برو تو اینجا. این چیه؟ صدایی؟ چیه میشه دو تا ضربه تبر میمیرن. آجی اینا چقدر نوبه. دو تا دیگه؟ یو اینقدر زیاد شدن. چقدر زیاد شدید؟ برو اومد. این همینجوری دارن میزن از خودشون. سلام نوکرتم سبت بخیر. وای پشمام باز منت سلطان از کجا چیزه؟ همینجوری اسم
بان میشم خوب. آخرین نونمه. روزی آخرین نونمون بود خوردم. خزانه خب دیگه بچه ها تا اینجا کافیه. گفتم دیگه اینجا ویدیو رو تمام کنیم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. منتظر پارتای بعد باشید که خیلی خفن و خوش میگذره. خداحافظ. ما خوشتی بیاجا نیده بودم.